درود بر شما. یک معلومات از کتابخوان. سلاح هسته‌ای مرگبارترین و خرابی‌آورترین اسلحه روی زمین دانسته می شود. از میانه‌های عصر 20 بمب هسته‌ای به یک داستان دهشتناک برای بشریت تبدیل شد و در این اواخر بعضی‌ها شروع یک جنگ اتمی را از احتمال دور نمی‌دانند. 9 کشور در عالم با عنوان قدرت هسته‌ای شناخته می‌شوند: چین، کره شمالی، فرانسه، هند، اسرائیل، پاکستان، روسیه، بریتانیای کبیر و امریکا در مجموع بیش از 13000 کلاهک هسته‌ای دارند. 90% اسلحه اتمی در اختیار روسیه و ایالات متحده آمریکا می باشد. تا سال 1989 جمهوری آفریقای جنوبی هم سلاح هسته‌ای داشت، اما بعد سقوط نظام آپارتاید این کشور اختیاری تمام اسلحه اتمی خود را محو کرد. پس از فروپاشی شوروی، اوکراین، بلاروس و قزاقستان هم از سلاح هسته‌ای خود دست کشیدند. اما سال 2023 مسکو و مینسک برای جایگیر کردن سلاح تاکتیکی هسته‌ای در قلمرو بلاروس موافقت کردند. رابرت اوپنهایمر آمریکایی و ایگور کورچاتوی روس را پدران بمب اتمی مینامند. اما با توجه به اینکه کار روی تسلیحات مرگاور همزمان در 4 دولت جریان داشت و در برابر عالمان این دو کشور دانشمندان ایتالیا، مجارستان، دانیا و چند دیگر اشتراک کردند، از روی عدالت می شود اگر بمب هسته‌ای را فرزند خلق‌های مختلف عنوان کنیم. 16 ایول سال 1945 در آزمایشگاه در ایالت نیو مکزیکوی آمریکا نخستین آزمایش یراق یدرایی در جهان تجربه شد. این حادثه به سبقت کشورها برای قدرت یدرایی زمینه گذاشت. پس از 4 سال در سال 1949 شوروی اولین بمب اتمی خود را آزمایش کرد. سال 1952 بریتانیای کبیر هم به قطار صاحبان سلاح هسته‌ای پیوست. بعد 8 سال فرانسه آزمایش‌های هسته‌ای را انجام داد و سال 1964 چین پنجمین کشور گردید که سلاح هسته‌ای را آزمایش نمود. تا امروز امریکا یگانه کشور به حساب می رود که سلاح هسته‌ای را با هدف‌های نظامی به کار برده است. 6 و 9 اوگوست سال 1945 ایالات متحده آمریکا و شهرهای هیروشیما و ناگاساکی ژاپن بمب اتمی سر داد. سال 1968 کمیته خلع سلاح سازمان ملل متحد معاهده پهن نکردن سلاح هسته‌ای را تهیه کرد که هدف آن جلوگیری از گسترش دایره کشورهای دارای سلاح هسته‌ای و محدود کردن احتمال جنگ مسلحانه با استفاده از چنین اسلحه گفته می شود. اما نه همه کشورها زیر سند مذکور امضا گذاشتند. از میان 9 کشور دارای سلاح اتمی، اسرائیل، هندوستان، پاکستان آن را اعتراف نکردند. یک معلومات با استفاده از منبع‌های باز در اینترنت تهیه شد.